با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. در این نشر برنامه خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم شما میکنم. سلام بینندگان عزیز. امروز 30 آگوست است. گزارش‌هایی که در برنامه داریم. سفر تاجیکان به دبی مشکل شده است. چند هفته اخیر امارات متحده عربی به اکثر مردان تاجیک برای سفر به دبی ویزا نمی‌دهد. посольство мы даже омадагӣ мактуб ки мардинава виза наметиҳем. حق طلبی دو خانواده از یک شرکت ساختمانی در دوشنبه. ساکنان میگویند به دادشان کسی نمیرسد. نمیمونه که مثال ما مایبا زندگیمون رو پیش برده به حال خود چینیم. حمله لشکر خوک‌های وحشی به کشتزار و پالایزی‌های دهقانان در جنوب تاجیکستان. نه تربوز مانده‌اند و نه خربوزه. چکش میزنم ایران. جزیره ایران تربوز. شرکت‌های سیاحی در دوشنبه خبر دادند که سفر مردان تاجیک به دبی مشکل شده است. در چند هفته اخیر امارات متحده عربی به مردان تاجیک روادید یا ویزای وارد شدن به این کشور را نمی‌دهد. تاجیکستانی‌ها بیشتر با هدف سیاحت و تجارت به دبی می‌روند. همکارم شهلای عبدالله تلاش کرد جزئیات بیشتری پیدا کند. شرکت‌های سیاحی تاجیکستان میگویند مقامات امارات متحده عربی بیش از 2 هفته است که به مردان تاجیک روادید سفر و یا ویزا نمی‌دهد، اگرچه استثناءهایی نیز هست. سببش راست گپ نامعین خودی посольство мы даже омадагӣ мактуб ки мардинава виза наметиҳем. ана семейни бошад ё ки ягон компания ки байни вай ба зану мард бошад ягон мушкил нест барои виза гирифтан. кадомиш ки состави вай семейни зану мард гирифта додисем визошона. رد شدن درخواست‌های روادید سفر در زمانی است که به گفته مسئولان شرکت‌های سیاحی موسم سفر به شهرهای دبی و ابوظبی آغاز شده مراجعت‌ها نیز زیادند. بسیار بود. именно мардина бисёр буд барое ки ҳам сезонаш арзон буд. уҷа ки гарм бошад билетҳо ҳам арзона ҳама тарафа оддихи арзон ва бисёри шаҳрвандои мо ҳамин гармие ки худамон баъз одат кардагиянд ва да проблема нест мехоҳанд рафта тамошо кунанд ҷаҳонбинишон васеъ шавад. تاجران تاجیک را که تجارتشان به دبی سخت وابسته است این وضع نگران کرده است. از آن نگرانند که تجارتشان ضرری زیاد می‌بیند در تاجیکستان هم نرخ‌ها بالا می‌روند. شاهکاره هست 10 سال 15 سال قسمای احتیاطی ماشین قطعی سر کار دارند گردش کلیشون ممکن 500,000 دلار میلیون دلار تاثیر کلان میرسونند. اینا باید در سری چند وقت باید شهرنامه بنده ضرورت میشه که خیسته رفتنشون در کار میسازد. مقامات امارات متحده عربی سبب محدودیت و راه ندادن مردان تاجیک به قلمروش را شرح نداده است. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند از مشکل خبر دارند و برای شرح مسئله به همتایان اماراتی خود مراجعت کردند. قبلا ترکیه بدون شرح نظام بی‌روادید با تاجیکستان را از بین برد. حالا ایده تخمین میزنند که حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در روسیه و با تکرار ذکر شدن نام شهروندان تاجیکستان در پیوند به چند حمله تروریستی سبب چنین تصمیم ها شده است. با افزایش ساختمان بلند آشیانه ها در دوشنبه شکایت از ناعدالتی ها و نادیده گرفتن حق ساکنان نیز زیاد شده است. یک خانواده عبارت از 4 معلول از یک شرکت ساختمانی در دوشنبه شکایت دارند که ناعادلانه زمین آنها را گرفته می‌خواهد در جایش بلند آشیانه سازد. بحثی ساکنان با شرکت رحمان 2016 تا دادگاه رفته است. علیشیر ظریفی و امیر اسحاقی به شکایت ساکنان گوش دادند و با سندهای دادگاهی شناس شدند. نمیمونه که مثال ما مایبا زندگیمون رو پیش برده به حال خود چینیم. این خانواده که در آن 4 معیوب نیز به سر میبرند از خطر بی‌سرپناه ماندن در تشویشند. میگویند شرکت ساختمانی رحمان 2016 در جای منزلشان بینای بلند آشیانه ساختن است. بنابراین دعوا دارد که آنها منزل را خالی کنند. مثال من پسرم معیوب گروه یکم 40 سال شد. دخترم گروه معیوبی درجه 2 خودم مثال این صاحبکار به ما
پیشنهادی خانه‌های بلند آشیانه را دارد. ما در آنجا شرایط زندگی کردن نداریم. مبلغ ما رو تیاد ما رفته یک اونجا حوالی مثال برای این ولدا مثال خریده زندگانی کنیم. مساحت عمومی منزل قریب 500 متر مربع بوده، از آن 200 مترش همچون مساحت یاری رسان حساب شده است. بحث میان شرکت و این خانواده طی 3 سال باز ادامه دارد. آنها طلب دارند که شرکت قبل از تخریب منزل به آنها منزل خرد یا در حجم کمی بیشتر از 2 میلیون سومانی پول خانه را دهد تا در جای دیگر منزل خرند. طلبی که به آن شرکت راضی نشده است و بحث تا به دادگاه رفته است. شرکت ساختمانی برای کوچاندن از منزل استقامتی و دادن جبران اجاره منزل به دادگاه شکایت برده، دادگاه سینای پایتخت این دعوا را قانع کرده است. با صدورچی‌ها اومدن ما رو تهدید کردن، یک بار دو بار. سومین بار اومدن، ما در حکومت شهر بودیم، دروازه رو بلگرکه بریده در اومده، کوچی ما رو در پورتر بر کرده. نمیدونم اینا کجا میبردن. ما اومدن مرا دهن دروازه نموندن، در اومدنی گرفته بار کرده بردن، عدل محکم کردن. دادگاه عالی در پی شکایت لطافت زلفقارова قرار دادگاه سینا را بکار میکند، ولی با این وجود بحث جانبها نهایی نشده است. در شرکت ساختمانی رحمان 2016 کسی حاضر نشد موضوع را شرح دهند. در سندهای رسمی که ما دریافتیم در آنجا گفته شده است که نمایندگان شرکت آماده‌اند که به صاحب ملکان 1200 سومانی هر ماه اجاره پولی پیشنهاد نمایند و غیر از این آنها آمادگی خود را برای پیشنهاد منزل استقامتی به صاحب ملکان بعد از به انجام رسیدن بناهای ساختمانی بیان داشتند. ولی صاحب ملکان میگویند که نمایندگان شرکت آنها را در بلند آشیانه جمع میکنند و آنها امکان ندارند با معیوبانی که در منزلشان زندگی میکنند، یعنی با فرزندان معیوبشان در آشیانه 10 یا 11 به سر برند. لطافت زلفقارова ساکن دوشنبه یگانه نفر نیست که از تقدیر ناروشن سرپناهش نگران است. این همین نگاه که احمق کده گشته اکا همین سود آوردن، این همین مخلفات آوردن، مجبوری چپا کدنی بدن. همین ایخ چون آدم آوردن چپا کدنی نتونستن. نخواه یک کم بغل یک عروبکش تو 50% نداری که ما اکا بخی 6 ساتی قیه. بحث تخریب منزل ساکنان دوشنبه سالهاست ادامه دارد. در چنین بحث‌های گاه پیچیده هم ساکنان و هم شرکت‌های ساختمانی خود را حق می‌شمارند. یک دادرس دادگاه عالی تاجیکستان سال 2022 پیشنهاد کرده بود که برای حل این مشکل در کشور نهاد مستقل نرخ‌گذاری منزل تأسیس یابد. سوس شدن فعالیت یک کارخانه چینی در شمال تاجیکستان بودجه 2 ناحیه را با مشکل روبرو کرده است. شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین در شهرک زرنیسار با استخراج معدن مشغول است و بودجه ناحیه مسجا و شهر گلستان اساساً از حساب این کارخانه چینی پر می شود. کم شدن تولید در آنها بودجه 2 ناحیه بزرگ را با مشکل گرفتار کرده است. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی. مسجا ناحیه در شمال تاجیکستان با نفوس قریب 150,000 اهالی. کان استخراج شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین در حدود همین ناحیه جایگیر است. بودجه مسجا بیش از حد وابسته این کارخانه شده است. یافته‌های رادیوی آزادی نشان می‌دهند که بودجه ناحیه مسجا برای نیمه اول سال 2024 قریب 73 میلیون سومانی یا 6.8 میلیون دلار پیش بینی شده بود. بیش از نصف بودجه ناحیه یا 41 میلیون سومانی برابر به 3.8 میلیون دلار را باید شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین می‌سپارید. اما این شرکت چینی حجم استخراج را کاهش داده و بودجه مسجا 7 میلیون 360 هزار سومانی برابر به 694 هزار دلار کمتر مبلغ گذران. چون این وضع باعث شد که کارمندان اداره‌های دولتی در ناحیه مسجا به خصوص آموزگاران سری وقت معاش خود را گرفتن نتوانستند.
شهر گلستان منطقه دیگر در شمال تاجیکستان هم در پی محدود شدن کار شرکت صنعتی کوه تاجیکستان و چین با کمبود مبلغ روبرو شده است. رئیس شهر میگوید که در نیمه اول سال روان با بودجه گلستان قریب 34 میلیون سومانی یا 3.3 میلیون دلار کمتر مبلغ وارد شد. این 22% بودجه شهر را تشکیل می‌دهد. سبب اساسیش این بوده است. اقتدار استحصالش کم شد، برای استخراجش کم شد، برای آنکه زیاده از 300 نفر دو شرکت GL میگویم سینفی داره انامینو بینی خودشان شرطنامه قطع کردن، کارگرای گرفته برآمده رفتن. ولی تنها بودجه های محلی نیستند که از حد زیاد وابسته کارخانه های چینی شدند. در بودجه عمومی تاجیکستان هم سهم کارخانه های چینی زیاد است. برای نمونه از 37.7 میلیارد سومانی یا قریب 3.5 میلیارد دلار بودجه تاجیکستان در سال 2023 حدود 2.5 میلیارد سومانی یا 235 میلیون دلار کارخانه طلای زرافشان داده است. برخی کارشناسان میگویند که وابستگی از حد زیاد بودجه به یک منبع خطرهای را در پی دارد. از یک جهت خوب است که کارخانه‌های چینی برای بودجه کشور یک منبع درآمد تبدیل یافتند، اما زیاد وابسته بودن بودجه کشور از کار این کارخانه‌ها خوب نیست، چون که در صورت سوس شدن فعالیت آنها و یا از کار ماندن آنها بودجه کشور از این منبع درآمد محروم می شود و شاید بعدا نتواند عهده‌داری‌های خود را اجرا کند، از جمله در پرداخت معاش. ساکنان منطقه هایی که در کنار کارخانه های چینی زندگی می کنند بارها از کار چینایی ها شکایت کردند، ولی مقامات از کارخانه های چینی حمایت. پشتیبانی که یک سببش می تواند همین وابسته شدن بودجه کشور به کارخانه های چینی باشد. مولا رجب یوسفی، فرزان محمدی، رادیوی آزادی. خوک‌های وحشی که سرشمارشان در منطقه کلاب زیاد شده است، کیش و ارزان را به داد آوردند. امسال حمله لشکر بزرگ گروزها به زراعت و کشتزارهای مردم زیاد شده است و دهقانان هم به سختی با آنها مقاومت میکنند. همکارم محمود جان رحمتزاده از نزدیک کشتزار و پالیزی‌های آسیب دیده از حمله خوک‌های وحشی را دید و با دهقانان صحبت کرد. این کشتزارها در حوزه مرز تاجیکستان و افغانستان در کنار رود 5 واقعاند. خط مرز را همین سیمخوار تعیین میکند. آن سوی سیمخوار نیستان و زمین‌های بیکر است. این سو ساکنان با کشت و کار مشغولند. زمین کشتی محیدین سایمرودوف یک ساکن دهه قلعه پشقاق تا این سیمخوار طول میکشد. این سال در زمین‌هایش تربوز کاشته و شب و روز نگهبانی میکند تا پالیزی‌هایش از حمله گروس‌ها یا خوک‌های وحشی در امان باشند. با وجود نگهبانی، خوک‌های وحشی شب گذشته وارد زمین محیدین شده تا 300 تربوز را خراب کردند. گروس‌ها معمولاً از بیش از آن سوی سیمخوار شبانگه وارد پلیس‌ها می‌شوند. برای آنها مرز وجود ندارد. ضرری که دیگه ما یگو محصولات کار نمیتونیم، دیم خوشیله کار نمیتونیم، مکای نمیسال پلک یگم چی کار نمیتونیم. حوض پخته ما رو همین یگم کوکایی که شیده پول خوب خوردهش. دهقانان میگویند که جمعیت گروس‌ها سال به سال می‌افزاید. جنگلبان‌ها نیز تصدیق میکنند. طبق آمار رسمی نزدیک به 8000 خوک وحشی در منطقه وجود دارد. ولی این سرشماری چند سال پیش انجام شده است. وزیر ما برنامه کردیم باید با همین راستر نو حساب کنم. 121 سوم برای سری اره خوک بسپران ما همه شکر کنن. جولان خوک‌های وحشی در مزارع ظاهراً به تنظیم نشدن جمعیت آنها ربط دارد. صید گروس فقط با اجازه رسمی و پرداخت پول صورت میگیرد. ولی مردم محلی علاقه به آن ندارند، زیرا مصرف گوشت خوک برای مسلمانان حرام محسوب می شود. با باوری کشاورزان باز شدن راه سیاحان و شکارچیان خارجی به منطقه به کاهش یا تنظیم جمعیت گروس‌ها کمک می کند. ولی سفر اتباع خارجی به منطقه‌های مرزی تاجیکستان از جمله ناحیه فرخار ممنوع است. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید و چون معمول با راهی آسان شما هر لحظه می توانید خبرهای نو بیشتر را از وبسایت آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، شبکه ایکس و تلگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید به ما بفرستید تا دیگران هم بدانند. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.